بخشیده به 70 سالگی شعبه سوقدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان چهاربینی دونا برگزار گردید. چهاربینی در تئاتر مسحک و موسیقی به نام کمال خوجنده گذرانیده شد. در آن رئیس ولایت سوق رجب احمدزاده اشتراک داشت. همچنین در چهاربینی جشنی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعران، عالمان و اهل زیای کشور اشتراک نمودند. چهاربینی را شورای خلقی تاجیکستان رئیس شعبه سوقدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان احمدجان رحمتزاد آغاز کرد. رئیس ولایت رجب احمدزاده اهل علم و ادب ولایت را به مناسبت 70 سالگی شعبه سوقدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان تبریک نمود. ما و شما جشن مبارک و همایون را جشن میگیریم که به سرنوشت سخن و تقدیر ایجادکارانه اصیل وابسته است. در دوام 70 سال موجودیت خویش شعبه سوقدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان یک عده اهل قلم و ایجاد و سخنوران و سخنشناسان را در کنار خویش پرورش و کمالات بخشیده است که امروز چون استاد برای اعتبار و مقام ادبیات معاصر تاجیک سهم مناسب خویش را می‌گذارند. اهل سخن کشور از فیض و سخنرانی پرحکمت و هدایتگرانه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان در جاده مقرر نمودن رسالت اهل ادب بهره‌های فراوان برداشته در شناخت مقام کنونی و هدف‌های آینده ادبیات چون واسطه اساسی تربیت معنوی نسل نو است و جوان در زمان جهانی شوی و مرکب دنیای معاصر تشبس‌های نیک ظاهر می‌نماید. از همین سبب هم تجلیل 70 سالگی تأسیس شعبه سوقدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان باید با درک بلند مسئولیت شناسی و اجرای هدایتنامه‌های راهبری فرهنگ سالار کشورمان سرآغاز راه تازه ایجادی اهل سخن گردد. در قطار عالمان و شاعران تاجیک همچنین از جمهوری ازبکستان از شهرهای سمرقند، تاشکند و فرغانه گروه کلان عالمان، شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیز به این چهاربینی دعوت شدند. گفته شد که در دوام 70 سال موجودیت خویش شعبه سوقدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان یک قطار شاعران، نویسندگان، سخنوران و سخنشناسان را در کنار خویش پرورش نموده است که امروز چون استاد برای پیشرفت مقام ادبیات معاصر تاجیک سهم ارزنده خویش را می‌گذارند. حکومت مملکت، حکومت ولایت به دستگیری جناب عالی اتفاق نویسندگان، ضیائیان هیچگاه پرنده سرخ را، زیبایی گلی بهار را، محبت و صداقت زن تاجیک را، مردانگی و شجاعت جوانمردان سربلند را ستایش کردن می‌دهد. در هر جا راهبری ولایت، راهبری جمهوری در پهلوی اهل ضیا، عالمان، ادیبان، رسامان، روزنامه‌نگاران هستند. در هفته چهاربینی از تاریخ تأسیس‌یابی و فعالیت 70 سالگی بخش سوقدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان یادآور شد. این شعبه با دستگیری قهرمان تاجیکستان استاد میرزا تورسونزاده و پیشنهاد نویسنده خلقی تاجیکستان استاد رحیم جلیل در ولایت همان وقتی لنوباد تأسیس یافت. شعبه اتفاق نویسندگان تاجیکستان در ولایت سوقد اولین شعبه بوده و در روزهای نخستین فعالیت همگی 5 نفر اعضا داشته است. حالا شعبه زیاده از 70 نفر اعضا داشته کلانترین بخش در مملکت محسوب می‌یابد. من اصلا یک وظیفه داشتم که نامه تبریکی ریاست اتفاق نویسندگان را برای شما برسانم، لیکن بداهتا باز یک وظیفه به دوش من افتید. این صبح هم در فرودگاه دوشنبه و هم در هواپیما چندین دوستان را دیدم و چون سبب آمدن ما را به خوجند فهمیدم بسیار خواهش کردم که شعبه سوقدی اتفاق نویسندگان استاد احمدجان رحمتزاد را به مناسبت جشنشان و همه شما را به مناسبت تجلیل این جشن‌های دلپذیر تبریک گفته باشم. همین ترزا می‌رسد. پیش از آن که نامه شادباشی ریاست اتفاق نویسندگان را به شما برسانم، با رئیس محترم ولایت برای همکاری‌های همیشگی‌شان، برای دستگیری‌های صمیمانه‌شان
اظهار تشکر میکنم. در پس همه این دستگیری ها، در پس همه این کامیابی های شعبه سوختی اتفاق نویسندگان، زحمت های زیادی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت هست. محمد شودیو نویسنده از شهر تاشکند جمهوری ازبکستان به این چوربین آمده است. او ختم کرده دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بوجان غفورov میباشد. محمد شودیو سالهای زیاد است که با شاعران و نویسندگان تاجیکستان علل خصوص ولایت سوخت دوستی و همکاری دارد. او میگوید که دوستی دو کشور که یک فرهنگ دارند برای پیشرفت ادبیات سهمی کلان دارد. دو راهبر مملکت همین چیزهای برای گذاشتن، رفت و آمده درها را گشودند، از جمله در قطار بسیار همکاری‌های ادبی، همکاری‌های فرهنگی هم رواج و رونق یافت. گروه ادیبان ازبکستانی دوشنبه رفتند، از دوشنبه تاشکند آمدند. انا همین دیداربینی‌های هم برای تشکل یافتن، برای رشد رواج دادن مناسبت‌های دوستانه، هم قلمی‌ها، دوستی ادبی رونق تازه بخشید. ما بسیار ممنون از این چیز. من خودم هم 2 کتاب برادرهای ازبک ترجمه کردم، از دوشنبه نشر کردند و هم از تاشکند هم نویسنده های تاجیک اثراشون به ازبکی که چاپشون روح گذاشته شد. من این به یک سگ گذاشتم. در این چوربینی و شکوه جشنی از طرف رئیس ولایت سوخت به شعبه سوخته اتفاق نویسندگان تاجیکستان اتوماشین سبوگراو تحفه کرده شد. سپس برای خدمت‌های ارزنده، رشد ادبیات معاصر و فرهنگ ملی، ترنم دستاوردهای دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بیش از 30 نفر نویسندگان و شاعران با سپاسنامه مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت سرفراز گردانیده شدند. اینچنین به گروه کلان ادیبان نشان سخن، افتخارنامه اتفاق نویسندگان تاجیکستان، افتخارنامه شعبه سوخته اتفاق نویسندگان تاجیکستان، جایزه ادبی به نام صدرالدین عینی، جایزه ادبی به نام میرزا ترسونزاده، جایزه ادبی به نام رحیم جلیل، جایزه مخصوصی به نام هستی خوجندی سپرده شد. گزارش نصیب جان ابویف و نعیم جان ایوبov برای برنامه اطلاعاتی خبر.